چهره جالب و به دور از تصور خوشبو احمدی چطور به فرانسه رفت؟ خوشبو در فرانسه مصروف چی کار باره است؟ و حقایق ازدواج دوم خوشبو احمدی در کشور فرانسه. من در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. خوشبو احمدی هنرمند جوان، آواز سریلا و چهره شناخته شده در میان مردم افغانستان می باشد. خوشبو کارهای هنری خود را از برنامه رقابتی ستاره افغان آغاز کرد. هرچند خوشبو احمدی در کابل سالن آرایشی داشت. خوشبو بعد از آن که در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد و شهرت خوبی کسب کرد، آهنگ‌های بیشماری به زبان شیرین دری و پشتو ثبت و نشر کرد. خوشبو احمدی مانند هزاران افغان دیگر بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور پاکستان مهاجرت کرد و در کشور پاکستان هم در محافل پاکستانی ها اشتراک می کرد، آواز می خواند و می رقصید. شایعات نشر شده بود که خوشبو احمدی در کشور پاکستان با یک مرد پاکستانی ازدواج کرده است، اما این حرفها را خوشبو احمدی کاملا رد کرده بود. خوشبو 6 ماه می شود با 3 فرزندش به کشور فرانسه رفته است، ولی تاکنون نامی از همسرش نبرده است که شوهرش در کدام کشور زندگی می کند. خوشبو احمدی در کشور فرانسه از کارهای هنری خود دوری کرده است و مصروف صفحات اجتماعی از جمله تیک تاک و اینستاگرام است و این تصاویر را در این صفحات نشر کرده است که کاملا به دور از تصور و دور از فرهنگ افغانی بوده است که مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. ولی هر کس خودش می‌داند و طرز پوزش، رفتار و گفتارش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان خوشبو احمدی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.